شما خدا را شکر بگین که نمی مثل ما و آدما برای شما با مصلحت دادستین. شاه سایه خدا در روی زمین است. کسی که اکرامش میکند اکرام کرده است الله را، و کسی که اهانتش میکند همچنان است که الله را اهانت کرده است. ما و شما هم حقوق نداریم که در راست پادشاهی که داریم سخنهای نادرست گوییم، تحقیر کنیم، دشنام دهیم. این در هیچ کدام ما و شما حقوق نداریم. و همه شما معلوم است 2 بار حج کردگی هستم. برای همین هر یک فرد تاجیکستان امروز وظیفه‌دار است که از پادشاه خود دفاع کنیم. باید در هر یک نماز ما دعا کننده باشیم. امروز همون عدل انصاف یک تماشا کنیم. جا بسر میکنن بعضن و میکنن. پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا. و هم گمراه گشتگان